هافسانور سانجاک توتن. هافسانور توی سریالای عشق و گریه میندازه، گلپری، ثروت و آخرین تابستان بازی کرده. سریال ثروت خب سریالی بود که خیلی زود فینال خورد و اونقدری که باید اصلا پخش نشد. از طرف دیگه این بازیگره که متولد 2022 سالشه، با اینکه سن کمی داره خوب انقدر خودشو خوب نشون داده که تو سریالای عشق به گریه میندازه و آخرین تابستان نقش اصلی رو گرفته. توی ترکیه بهش میگن اما واتسون ترکیه، حالا چون هم شبیه همین که با سن کم تونسته خیلی خوب رشد بکنه. یه چیز جالب راجع به سریال آخرین تابستان بهتون بگم. توی سریال آخرین تابستان نقش مامان هافسانور رو فوندا اریت بازی میکرد و پارتنرش رو آلپرن دویماس. به تازگی خبری پخش شده که قراره سریال ساخته بشه، اسمش هنوز مشخص نیست، برای تلویزیون هم نیست، سریال اینترنتی پخش میشه. پارتنر آلپرن دویماس فوندا اریت خواهد بود. خب یه نکته خیلی جالبی بود، کل تو فضای مجازی راجبش بحث شد که این نقش مامان پارتنر اینو بازی میکرد، حالا شد پارتنرش، عجب فلان، خلاصه از این حرفا. حالا خود هافسانور با کی رابطه داره؟ هافسانور با دنیز جاناکتاش توی سریال عشق به گریه میندازه آشنا شد و خب از اونجا به بعد دیگه با هم ریل زدن و رابطه خیلی خوبی دارن. رابطهشون بی حاشیه است، بی سر و صداست، خیلی خوب رابطه رو پیش میبرن. این از بیوگرافیش. بریم سراغ لباساش. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. برای اینکه بازم از این ویدیو ببینید سابسکرایب یادتون نره.